سلام، خوش اومدی به این قسمت از پادکست. امروز میخوام برات درباره یکی از کتاب‌های فوق‌العاده در زمینه رشد فردی صحبت کنم. کتاب اول عاشق خودت باش، نوشته مارک رکلاف. این کتاب یه پیام خیلی ساده ولی عمیق داره. اگه میخوای دیگران دوستت داشته باشن، اول باید یاد بگیری عاشق خودت باشی. بیاین فصل به فصل با هم مرورش کنیم. فصل اول، مسئولیت زندگیت رو بپذیر. همه چیز از اینجا شروع میشه. تا وقتی دنبال مقصر بگردی، هیچ تغییری اتفاق نمیفته. اما وقتی بگی من مسئول زندگی خودمم، قدرت واقعی بهت برمیگرده. یعنی من میتونم تصمیم بگیرم، تغییر کنم و آیندم رو بسازم. فصل دوم، عادتهای مثبت. زندگی ما نتیجه عادتهامونه. اگر عادتهای کوچیک مثبتی مثل مطالعه روزانه یا ورزش رو بسازی، آیندت تغییر میکنه. پس به جای فکر کردن به تغییرات بزرگ، از قدمهای کوچیک شروع کن. فصل سوم، کنترل افکار ذهن تو مثل یک آهنرباست. به هر چیزی فکر کنی، همون رو جذب میکنی. اگه مدام به کمبود و منفی ها فکر کنی، انرژی منفی وارد زندگیت میشه. پس تمرین کن که روی نکات مثبت تمرکز کنی. فصل چهارم، مهربونی با خود. خیلی وقتا با خودمون بدتر از هر کس دیگه‌ای رفتار میکنیم. خودانتقادی شدید اعتماد به نفس رو از بین میبره. مارک رکلاف میگه همونطور که به دوست دلگرمی میدی، با خودت هم مهربون باش. فصل پنجم، دنبال رویاها برو. زندگی کوتاهه. ارزش نداره فقط برای خوشحال کردن دیگران وقتت رو تلف کنی. رویاهای خودت رو پیدا کن. یادداشت کن و هر روز حتی یه قدم کوچیک به سمتش بردار. فصل ششم، روابط سالم. وقتی عاشق خودت باشی، دیگه به روابط سمی نمیگی. آدمایی رو انتخاب میکنی که انرژی مثبت بهت بدن. یاد میگیری نه گفتن یعنی بله گفتن به آرامش خودت. فصل هفتم، شکرگزاری. راز آرامش و شادی همینه.